خدا نکنه قبل از اینکه ملک الموت ما به سراغ ما بیاید ما مرده باشیم. میگن مرگ قبل از حضور عزرائیل اون مرگ نافرجامی است، اون مرگ خوبی نیست. خیلی ها قبل از اینکه عزرائیل بیاد سراغشون قبض روح شدن، حسشون و وجودشون بمباران منفی شده. مردگان متحرکن، بی خاصیت، بی فایده، بی هنر، پوچ، بی محتوا، به اندازه سنگ تو کوچه هم ارزش ندارد، از اونم کمتره. اگر کسی دو پا معلول باشد و دو دست فلج باشد و نابینا باشد و ناشنوا باشد، نتونه کاری انجام بده مفید بشه، عذری به درگاه خدا و عذری پیش بندگان خدا و دوستان و هم نوعان دارد که بهشون بگه معذرت میخوام، من میخوام یه خدمتی به شما بکنم ولی نه دو پا دارم که بیام به طرف شما، نه دو دست دارم که چیزی بدم و نه زبان دارم که چیزی بگم و نه چشمی دارم که ببینم. کدومی که حالش بدتره؟ یا اونی که هم دو چشم داره، هم دو گوش داره، هم زبان و بیان داره، هم عقل و شعور داره، هم دست داره، هم پا داره، هم امکانات داره ولی نمیتونه خدمت بکنه؟ کدوم یکی باید بهشون ترحم کرد؟ این دومی بیچاره بدبخت، این همه استعداد و امکانات، عاجز شده که نمیتونه سنگی رو از اینجا بلند بکنه، نمیتونه یک لیوان آب بریزه. بفرمایید من بنگالی فقیر در مکه دیدم که شاید به سختی آمده به حج یا به عمره، تو مسجد پیامبر و تو مسجد الحرام دیدم بنگالی، پاکستانی، سیاه‌پوست زنگی آفریقایی، آثار فقر بر چهرهشون نمایان بود، اما یه چوبی، یک سینی خریده، چند تا لیوان توش گذاشته، آب زمزم پر کرده، تو صف میچرخه. کسی تشنه نیست؟ مردم دارن قرآن میخورن، شاید اگر جا به جا بشن کسی جاشون میگیره. شما تشنه نیستید؟ یه لیوان بلند میکنه آب میخوره. شما تشنه نیستید؟ همچون که نشسته یه تشکر ازش میکنن، لبخند میزنه، زبونشون هم نمیفهمه. گر در یمنی چوبا منی پیش منی، ور پیش منی چوبی منی در یمنی، من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو ام یا تو منی.